خب سلام خدمت تمام دوستان عزیز که هستم با ویدیو بعدی از دوره آموزشی فریبرد. توی این ویدیو میریم که تقریبا فایل منیجر یا فایل براوزر خودمون رو بسازیم. خب بریم به دسکتاپ، به سایت من سر بزنید. سورس پروژه توی گیت هاب وجود داره. هنوز وقت نکردیم براش فایل ریدمی درست کنیم که حالا ان شاءالله به زودی فایل ریدمی رو داریم و تا اینجا اومدیم که عملا فایل آپلود میکنیم، میتونیم نیو فولدر درست کنیم و از وقتشه وقتی به صفحه اصلی میرسیم دیگه فایلامون رو ببینیم، بساییم انجام بدیم. طبق معمول میتونیم یه کاری کنیم، یا دنبال تمپلیت بگردیم یا خودمون تمپلیت رو قرار بدیم اینجا بگردیم ببینیم چه، یا یه دونه بسازیم. حالا بذار ببینم نمونه های مشابه یا چیز خوب داریم یا نداریم. بذار ببینم فایل براوزر HTML CSS خالی باشه، چیزی پیدا میکنیم که حالا فایل براوزر تمپلیت یا فایل منیجر بهش میگن. خب چک فایل، خب این چیه؟ شبیه چیزی که میخوایم تقریبا. خب این ظاهرا بد نیست، این شبیه چیزیه که میخوایم. حتی میتونیم آیکون ها رو عوض کنیم، ولی خب حالا آیکون های فکر کنم بوت استرپ این حالا آیکون چیز رو داره، HTML شو میده، CSS هم بهمون میده و ظاهرا این خوبه. دکمه ها رو میذاره برامون، یه دکمه آپلود داره و دانلود که نیاز نداریم، یه چرخ دنده هم داره که میتونیم یه سری تنظیمات اینجا بهش بدیم. این خوبه، این خوبه فعلا. اینم یه فایل منیجر دیگه است. اینجا پوشه بندی داریم، اینم بد نیست، اینم بد نیست. اینو با چی زده دوستمون؟ HTML CSS خالی، HTML نیست فقط CSS کو HTML. خب بر اساس اینه فقط من CSS رو عوض کرده. خب این با چیه؟ این با زبان گو. این کلا فایل منیجره، احتمالا یکی از وب فایل منیجره. جالبه، یه وب براوزر فایل منیجریه، یعنی ببخشید یه فایل منیجر تحت وب در واقع. این ایده باحالی بود. خب اینا که پولیان نمیخوایم، اینا هم میگه یه سامپل فایل براوزر رو باید دانلود کنیم. امیدوارم که یه اسکرین شات ازش گذاشته باشی. گذاشتی ولی این به درد ما نمیخوره این چیزی که گذاشتی. خب این چی میگه؟ کوچولوه، به درد نمیخوره. این هم قشنگه، دکمهش کار نمیکنه. روی هر کدوم که ببریم میگه چند تا چیز توشه. فایل اکسپلورر معمولا چیزا خوبی توشه تو کد پن. خب اینم شبیه لینوکسیه، کاملا شبیه لینوکسیه. چه باحال، حالت درختی هم داره. اینم HTML CSS و همه چی توشه، ولی خیلی دلم با اینه، خیلی به دیزاین ما هم بیشتر میخوره که میتونیم حالا دستکاری های دیگه هم توش انجام بدیم. بریم از این استفاده کنیم. خب طبق معمول ما اول CSS ها رو ببریم توی پروژه. خب پروژه رو ببینم، باتن هندلر، اینا رو کلا ببندیم چون یادم نیست دقیقا چیکار کردم توش. کار کنیم settings view URL modals. مودال رو نمیخوایم این ویدیو، بیس رو میخوایم، مودال رو نمیخوایم، نوبار رو نمیخوایم، هومو میخوایم. hello this is home کدام رو میاریم اینجا قرار میدیم، کدام این از هوم هم باشه. پس بریم اول فایل CSS رو بسازیم که اینجا میزنیم نیو فایل. خب فایل browser.css، کد های براوزر رو میاریم اینجا. خب از بادی حالا دانلود هم بهمون میده، نمیدونم حالا این کل بادی ما رو تغییر میده یا نه، ولی من از اینجا برمیدارم. حالا یه مارجین 20 تایی هم به کل بادی داده، ولی من به کل بادی نمیخوام یه مارجین 20 تایی بدم. میدونم چیکار میخوام بکنم، حالا میگم. خب
یه دیو اینجا درست میکنم و دقیقا مارجین رو فقط به خود این دیوه میدم. خب اینجا دیو رو ببندیم. این دیو یه کلاس میگیره به اسم مثلا فایل براوزر بادی. به خود این من مارجینا رو میدم. پس اینو کپی میکنم. ها یه مارجین تاپ بادی. خب اشکال نداره، همه رو کپی میکنیم، اونو اوکی میکنیم. اینجا نه، توی این CSS من اینو قرار میدم. بریم بالا. اینجا این کلاس رو بهش میدیم در واقع. خب پس تو یه نقطه میذاریم، این کلاس رو بهش میدیم، یه فاصله، درست شد. خب این از این. حالا بریم فایل HTML رو بیاریم اینجا ببینیم، بعد بخونیم کلا چه فایلایی توشه. اینجا اومده فونت آوسم رو آورده که ما فونت آوسم رو داریم. کد آیونیک هم آورده، فونت های آیونیکو. حالا سورتو پشتیبانی میکنه ولی ما فعلا هیچ کدوم رو نمیاریم چون فونت آوسم رو خودمون تو پروژه داریم. یادتون نمیدونم این فونت هایی که استفاده کرده. بذار من چیزو ببندم، استیم رو. خب خب بیایم اینجا و اون صفحه HTML داخل اینو قرار بدیم. خب دونه فایل ها رو با HTML ساخته. ببینیم رفرش کنیم ببینیم چی میشه. خب بذار ببینم منوی بالای چیز رو نمیخوام. آها استایل CSS رو کلا ندادیم به صفحه. این CSS های چیز هم بدیم به صفحه. این هم میشه. خب الان دوباره رفرش کنیم. آها الان شد. خب ببینید رنگ اینا توی حالت مد لایت ست شده. ما مدمون دارکه، پس باید اینا رو عوض کنیم، ولی باز این خوبه. یعنی الان که اینو میبینم خیلی قشنگتر شد. تازه این یکم تو سایز کوچیک‌تر خیلی هم قشنگتر هم میشه. مثلا این سایزی، یعنی ما باید یه سری چیزا خوبه، ریسپانسیو هم هست. خب ما اینجوری باید بریم، یعنی اصلا اسکرین من خیلی بزرگه. این هم هست که توی اسکرین من به نظر من خوبه، بد نیست. پس فعلا بریم آیکون ها رو چیز کنیم. آیکون هایی که حالا گذاشته شده اول بیایم اینو فیکس کنیم. آیکون هایی که هست آیکون های آیونه. ما آیون داریم، آیونیک نداریم. خب ما نمیخوایم از آیونیک هم استفاده کنیم در واقع. این برای باتنشه، ببخشید. خب بذار ببینم اینو برگردونیم این تو که بیایم حالا چیزش کنیم، کدا رو ادیت بزنیم روش. من تمپلیت چیزم بیارم. خب فعلا اینا نیاز ندارم، اینم برداریم. یکم تمیز کردن کد زمان بر میشه. ببینید مثلا این کد آیون مال اینجاست، این ابر است. خب اصلا ما این دکمه ها رو نیاز نداریم، دو تا دکمه ای که اینجاست برای آپلود و چیزه، چون دکمه آپلود ما اون بالاست توی نیوه که البته میتونیم تبدیل به آپلودش کنیم اینو، که حالا بعدا اوکی میکنیم اونو. خب پس من این دکمه های چیز رو نیاز ندارم، این آپلود و چیز رو، دوتا باتن اینجا رو. خب الان اینا رفت، اینم نیاز ندارم قاعدتا. پس این دراپ داون منوی که اینجا دارم فعلا نیاز ندارم چون ستینگز خاصی نداریم. خب اینم رفت. حالا این دوتا حالت چیزو ما توی چیز سعی میکنیم پیاده کنیم. بذار فونتاسمو بیارم، فونتاشو، این چیزه. خب باتن هایی که اینجا داریم، خب بذار ببینم تو اسپن این کلاس رو گرفتن، آیون، MD منو. خب یکشون منو گرفته. بذار ببینم توی اینجا ما منو چی داریم. خب اینم اکسپت منو بیار بهمون بده ببینیم منو چی داری داداش. همه منو هن؟
عمرین منو منو بده سورت نه منو انگار منو نداره کلن. خب بارز میذاریم به جاش، میبینیم بارزو بده فاز. خب بیایم اینجا منو ما این کلاس بهش میدیم. ها کلی چیز رو آورد. خب آها این درست شد. اینجا همینه، اینا همینه. حالا یه حالت گریدی چیز نیاز داریم. گرید چیز چند تیکه که این اپس رو سرچ کرده. حالا ما اپس رو ببینیم چی میاره. اپس حالت گرید. من یه چیز گریدوار میخوام. آها خود گرید رو داریم ایناش. فاز و تی اچ. خب فاز اف ای تی اچ. اینم الان هر بایی نمیزنم. فایل اکسپلورر. خب اینم از این. الان این شد. خب که حالا اینجا کلاس چکت داره. خب که یکیشون حالا تیک زده شده یکیشون نزده باشه. ولیو داره، مقدار داره، تایپش هم رادیو باتنه. خب بذار ببینم توی نمونه اصلی اینجا. خب آها حالت اکتیو این اکتیو داره. خب اینو چجوری براش پیاده سازی کنیم؟ چکت true. اینو حالا با چیز اکتیو میکنم با CSS. اینا نیازی نیست اینجوری باشه. حالا خودمون بذارین باشه این شکلی. اینو بعدا میدونم چجوری هندل کنم این جریان رو. خب اینو داریم. این هم حالت چیز بالاست برای چیز. حالا بیایم یکم CSS و این داستاناش رو اوکی کنیم. خوبیش اینه اینجا میتونیم چند تا چیز رو با هم ببریم جلو. خب طبق معمول بیایم کار CSS رو باید این ور انجام بدیم. ولی خب بیشتر CSS اون CSS رنگه. پس یه کاری هم کنیم. کدای رنگ CSS رو اینجا بذار پیدا کنم. آها فایل آیتم رنگش اینجا سفیده. خب اینجا یه رنگ مشکی داده. بذار ببینم اینو ببریم قرمز کنیم چی میشه. هیچی نشد. خب اینجا آها دارک فایل استایل یه چیزی اینجا به دارک منو داده. بذار ببینم من میتونیم کلا به جای اینکه اینو دارک کنیم فایل استایل ها رو بیاریم. فایل چنجد اینا منو ما کلا دارک ها رو برداریم. خب اینجا میگه کلاس دارک ولی هیچ دارک اینجا نیست. چی دارک استایل داده؟ اصلا دارک استایلی نیست. بذار ببینم. میگه وقتی فوکوس میشه یا هاور میشه این رنگا اعمال میشه. خب فوکوس که نمیاد اینجا. فایل آیتم های اینجاست به فایل نیم و چیز. پس ما اگه اینو به جای اینکه خاکستری باشه ببریم روشنش کنیم میشه یه چیزای خوبی ازش پیدا کنیم. خب فعلا هیچی نشد. بذاریم متن رو پیدا کنیم. اینجا متن دار چیز رو آوردیم اینجا کلن. ببینم. خب نبا ببندیم اینم ببندیم. بریم پایین. خب کانتنت تی ایناش. خب
هر کدوم از آیتم هایی که هستن. این هاوره کجاست؟ اینا که هیچ توش نیست. این خب یه فایل آیتم آیکون داره، یه دونه متن داره. خب که متن یه دونه کالر داره. آها داره یه حرکت هایی میشه. خب لایت استایل داره. ببینم خیلی CSS اذیت کننده است. بذار کد رنگ چیز رو سرچ کنم. ایمپورت هم شده. خب بذار ببینم. اگه من اینو چیز نکنم خودش چیز میشه. پس رنگ سفید بهت بدیم. یه کد رنگ سفید خوشگل مشکل بهت بدیم. مثلا کلا یه سفید شد دیگه. کلا سفید شد. خب الان شد. ببینید الان خیلی تمیزتر شد. حالا وقتی موس داره میاد عملا این دوتا رنگ باید عوض بشه، یعنی کلا خاکستری باشه. وقتی موس میاد ما حالت هاور موس داریم. خب بذار ببینم اینجا کلا کجا رنگش چیزه. یه هاور سرچ کنیم. ببینید اینجا چیز داره. اینم CSS ها رو برای چیزم داده کلا. خب باز این خوبه. ببینید فایل آیتم چک باکس فایل آیتم اکشن. خب ببینم فایل منیجر کل ویو. خب اینم که فوکوسش چیز شد. بیایم پایین. تا یه چیزی هم هست میگه بوردر اینو ما باید خاکستری کنیم. خب بوردر باید خاکستری بشه بر فایل آیتم. فایل فوکوس زد رو بهش داده که الان باید میگم چه جوریه. اینو باید خاکستری چیز کنیم. خب الان این درست شد. موس روی هر کدوم رفت باید چیز بشه. موس روی هر کدوم رفت که اینو باید سفید کنیم فکر کنم. آره یک کوچولو سفیدی اومد توش. خب بیا بالا. اپاسیتی هم نداری که تفلی. بیا الان شد. ببینید چقدر قشنگ شد. خب الان این که نداره اینو. خب اینو ما باید الان یه کاری کنیم که این دیده بشه. خب الان این داره ولی این نداره. خب بذار ببینم این کدوم مال این آیتم اینه. خب چکتش اینه. خب چکت. خب چکت جان اپاسیتی صفره. چرا؟ اپاسیتی ها کلا باید چیز باشه. ببینم فایل چکت اگر چک شد یک فایلی مارجین صفر. بذار ببینم چک باکس. خب الان اینجا کد چک باکس. اینش میگه نه سلکت BG سلکت بک‌گراند. بذار ببینم پوزیشن این برای RTL چیز. ایناش اپاسیتی ها رو داره چیز میکنه. ببینم همینه. فکر کنم همینه. میگه وقتی اکشن یه چیز شد اپاسیتی رو صفر کن. داره چرا صفر میکنی؟ 100 کن دیگه. 100% اپاسیتی رو. اصلا چیکار به اپاسیتی داری تو؟ این تیکر رو بذار برداریم. اینم برداریم. نه این بذار باشه. یه لحظه قبلش ما باز ربطی به این نداره.
خب بذار این سر جای خودش باشه فعلا. اوپاسیتی 10 جا داریم اوپاسیتی رو تغییر میدیم. سلکت بی جی این اگه یک آیتم سلکت شد، خب اینم خوبه، اینم خوبه. اینو یا از این استفاده کنیم برای سلکت کردن با موس. حالا میتونیم بعدن چیز کنیم. این به نظرم کلاس خوبیه، این کلاس رو بهش بدیم این حالت مود سلکت میگیره. فایل آیتم سلکتد بی جی بذار یه رفرش کنیم. این بی جیشه دقیقا. بی جی این اوپاسیتی جیناش، زد ایندکسش، این فایل آیتم چک باکس کاستوم کنترلر چک باکس دقیقا هم تو همینه. دقیقا تو خود چیز گرفته، تو خود مدیا گرفته، همون جایی که دیدیم درسته. ولی توی فایل آیتم اکشنز داره چیزو میگیره. کجا بودی مدیا؟ ایناش فایل آیتم اکشنز. این اوپاسیتی رو بذار 50 کنیم. داره شد. خب اومد یه چیزایی شد. اوپاسیتی 100 باشه. درصد هم میزنیم برات دیگه، هرچی هست و نیست رو کنیم. حالا بذار یه کاری کنیم. عکس ها رو که اینجوری نشون میدیم، چیزا هم نشون میدیم. این دکمه دایرهش اول اینکه چیزی که میاد، این مدالی که میاد، بذار مال اینو بزنم. خب ایناش، خب این اوپاسیتی چیز رو خب این روی دکمه است. صبر کنید پاپاپی که باز میشه، حالا اینهاش دراپ داونه اینه. خب این یه سری مشکلات داره. مشکلاتش اینه که زد ایندکس فول باید بهش بدیم که تاپ باشه. پوزیشن تا درسته. ببینم زد ایندکس تو بهش بدیم منفی که بهش بدیم میره زیر. چیزا زیر ایندکس چند دارن که این میفته زیرشون؟ از ایندکس بردارم کلا. این دقیقا افتاده رو دکمه خودش و چک باکس، یعنی این و این چک باکسه. خب اینا زد ایندکس دارن قاعدتاً. خب ببینید ما اینو نباید روی این کنترل کنیم، در واقع این داره میفته روی اینجا ولی رو زیر همش افتاده. خب ما کل این بادی رو که میشه کل فایل آیتم، خب ببینم کل فایل آیتم از نظر زد ایندکسی گرفتم. اینه زد ایندکس یکی که به این دادن، این درد سرساز شده. زد ایندکس یکی که به فایل آیتم داده شده، برای ما این مشکل داره. خب الان درست شد. خب اینم الان میگیره، مشکلی نداره. حالا بذار ببینیم این تو سایز کوچیک هم همینه. سایز البته باید سایز چیز باشه ولی حله. خب چیزی که الان اینجا قشنگ نیست این دایره است. دایرهش هم خیلی بزرگه. خب بریم دوباره یه آیتم دیگه برداریم. خب همین آیتمی که بازه، بذار دایرهش رو پیدا کنیم. خب اینهاش باتن گروپ. خب آره یه باتن توشه، یه دیو. خب
ببینیم کجا چیز گرفته. اوپاسیتی 100 رایت پوزیشن. خب اینه که هیچ. میریم تو خود دکمه فلکس و ایناش که هیچی. رنگ و اینا دیفالت دکمه است. پدینگ چجوری این سیرکل شده؟ بذار ببینم. خب دقیقا همینه. دقیقا کد بالا داریم هنوز. هیچی هم نیست به اون صورت. فقط اوپاسیتی ها میگه از رایتش 6 پیکسل فاصله داشته باشه، پوزیشنش ابسولوت باشه که کل این جریانات رو پوشش میده. BTN گروپ ها دیسپلی نه این مال بالاست که چیز باشه. شاید خودش یه دونه چیز گرفته. بذار ببینم. بذار آیتم هایی که هستن کلاس دیو دراپ داون. خب بذار اینو باز کنم یکم بیارم این ورتا ببینم چی توشه. ببینید استایل داره. چی میگه این استایل خودش اینجا؟ داخل دراپ داونت. چقدر کلاس گرفته اینجا. آیکون BTN. خب اگه اینو ما برداریم BTN اسم بعد کلاس راوندد پیل. خب اینو اگه برداریم شکلی میشی؟ هیچ شکلی نمیشی. هاید ارو. ببینید دایره شد. پس این راوندد پیل توی اونه. خب بذار ببینم. راوندد پیل. راوندد. خب ما راوندد پیل رو نداریم پس احتمالا جزو چیز باید باشه. بذار رفرش کنم اینجا رو. یه کلاسی گرفتیم اسم راوندد پیل. خب راوندد پیل کجاست؟ فیلتر کن بذار ببینیم. خب ایناش 50 رم border reduce. این 50 اگه 25 کنیم این خیلی چیز نیست. من دنبال یه چیزم که این خیلی فاصلش خوب نیست. این اصلا بک‌گراند چیزو میتونیم برداریم. این بک‌گراندی که داره اینه در واقع خود BTN دیفالت کلاسش. BTN بوردر هم اینه هاش. بذار ببینم اگه به این ما پدینگ کلی 1 بدیم چرا این اختار داده؟ invalid property. راست میگه دیگه. ما 1 پیکسل و اینو ایمپورت کنیم و راست میگه مجددا ما اینو باید اینجا بذاریم. خب یو 1 پیکسل دیگه. پس یه چیزایی داره میشه اینجا. 2 3 4 این BTN دیفالت داریم اینجا. این BTN نداریم. توی CSS هم هست. کجا گرفته این کلاسو؟ نکنه از چیز گرفته. حالت دایرهش خیلی زشته. یک کلاسی به اسم BTN دیفالت بردار. خب باز این بهتره BTN دیفالت ولی اون اروش رو یکم چیز کنیم.
به جای btn default ما الان بیایم بهش سایز بدیم. خب مثلا به همین باتن بذار ببینم این btn small هم کرده، بذار چیزش هم برداریم. اینو باید وقتی داریم آیتم ها رو میسازیم چیز کنیم، بهتون میگم چجوری اینو فیکس کنیم. در واقع این دکمه الان بک‌گراند نداره. خب پس ما میتونیم یه سری کلاس دوباره بهش بدیم. بذار ببینم خود btn default چجوری بود. اون کلاساشو برداریم. این کلاساشو من برمیدارم. خب و خود btn default رو من حذفش میکنم. حالا به این من میام المنت چیز میدم، به این دکمه میام استایل میدم. چجوری میذاری بیاد استایل بدیم؟ خب به اینجا بهش میدیم. خب باز همین شد، ولی الان یه سری چیز ازش برمیداریم. چی ازش برمیداریم؟ به عنوان مثال border reduce، مارجین داره یا پدینگ، اینو اینجوری میتونیم مشخص کنیم. مارجین مثلا همون 2 پیکسل ایمپورتنت بهش بدیم و پدینگ 2 پیکسل پدینگ ایمپورتنت بهش بدیم. بعد اینو پدینگ رایت چیز بهش بدیم، پدینگ رایت اونم مثلا 5 پیکسل بدیم ببینیم چی میشه. 5 پیکسل ایمپورتنت. خب ببینید الان وسط چین شد، ولی 5 زیاده، 2 هم از این بالاها زیاده. خب اینا رو 1 کنیم. مارجین که حتی نمیخواد، کلا مارجین نمیخواد. اینو من 1 میکنم که کوچیکتر بشه و اینو برای فاصله. خب باز وسط چین میشه ولی نه همین حله. مثلا با یه پدینگ و پدینگ رایت 5 این اوکی میشه، شکلش خوشگل میشه. دقیقاً چیزی مثل این میشه. خب پس ما اینجا توی آیتم هایی که داریم btn default رو برمیداریم. حالا هر جایی هست 19 تا جاز قاعدتا. خب بذار ببینم ما edit داریم replace find replace in file. خب چی رو ریپلیس کن؟ اینو ریپلیس کن. خب اینو ریپلیس کن توی این فایل بابا، نه توی همه فایل ها. edit ریپلیس معمولی. ریپلیس معمولی تو هیچ کاری نکن، تو برگرد. خب اینو با همین خالی، اینو با همین خالی جایگزین کن. ریپلیس آل کلا این برداشته بشه. خب حتی میتونیم یه کاری کنیم، نه با این نه، با btn drop down. خب با این جایگزین کن down. آره با این جایگزین کن. الان بهتون میگم چرا. خب میام توی فایل css یه استایل خودمون اضافه میکنیم و اون چیزو از اینجا برمیداریم. یعنی اینایی که اینجا بهش دادیم کو این بالا ایناش، غیر از بوردر ریدیوسی که خودش داشت، نه غیر از این بک‌گراندی که خودش داشت. آره بوردر ریدیوس. خب ببینم این دوتا رو برداریم، یه تست اینجا بزنیم فعلا. خب بوردر ریدیوس چیزم باید برداریم. یعنی این بوردر ریدیوس هم راوندد پیل رو باید برداریم دیگه. در واقع از این آیتم ها راوندد پیل این کلاس چیزم برمیداریم. خب 17 تا جاز همه رو پاک.
خوب شد، خیلی تمیز شد. البته یه جاهای دیگه هم فکر کنم این بالاها از نظر استایلی تغییر کردن ها، ولی حالا این بالا اینجاست، این بالا اینجاست، این دوتا دکمه است که این btn دیفالت رو نیاز داره گویا و به کلاس های ما احتیاجی ندارد. خب خیلی قشنگتر شد. برای عکس واقعیت خیلی خوب نشد. حتی ما میتونیم یه کاری کنیم، این دکمه اینجا رو بیاریم، همون دکمه دراپ داونه بود که اینو بزنیم، یه ابرم روش بذاریم، مگا دانلود روش بزنیم مثلا، یا نه کلیک راست میکنیم اگه چند تا چک زده بود همون رو دانلود کنه. آره اینم بهتره که چند گزینه بتونیم دانلود بزنیم روشون. بذار ببینم شکل آیکون ها رو واقعیت دوست ندارم، آیکون ها رو دوست ندارم. بذار ببینم آیکون ها کلاس هاشون چیه. هر آیتم، فایل آیتم، آیکونی که داره آیکون اسپن، فایل آیکون، آها ایناش تکست سکندری. بذار ببینم فایل آیتم آیکون CSS برات هست و بله که هست. خب اینم رنگش رو میتونیم چیز کنیم، روشن کنیم. گوگل نشدی، گوگل فونت میدونم چجور رنگش رو روشن کنم. بذار چیز کنیم همینو، یکی از آیتم های بالایی رو انتخاب کنیم. اینهاش در واقع اینه. خب اینو از نظر CSS استایلات یه کالر سفید خیلی بد انتخاب شدی. خب اینو میخوایم دیگه. خب چرا استایل اینو مستقیم بهمون نمیده؟ آها من فیلتر دارم. خب اینهاش در واقع ما اینجا یه مارجین اوتوی 75 رم داریم که اینو اگه 2 رم کنیم و فونت سایز 3.5 رم کنیم قشنگتر میشه. هرچی بزرگتر بشه قشنگتر میشه، ولی رنگش خوب نیست. رنگش هم یک کالر سفید کالر بود یا بکگراند کالر، نمیدونم دقیقا با کدوم این. نه خود بکگراند کالر هم نه، فونت در واقع تکست کالره. ببینم تکست کالر سرچ کنیم فونت awesome change color. مستقیم با خود کالره، خب چرا برای ما اینجوری بود؟ الان درستش میکنیم. پس مستقیم با خود کالر وایت هم میدیم، ولی صبر کن کار دارم هنوز بود. خب کالر وایت باز چیز میشه. باز ول کن یه لحظه، من یه ایمپورتنت بهت بدم دیگه. بیا الان درست میشه. فقط این چیز خیلی بالا بود. صبر کن ارتفاع مارجین، مثلا مارجین رو دست نزنیم، فقط یه کالر بهش بدیم فعلا ببینیم چه شکلی میشه. توی چرا رفتیم اونجا؟ بس توی اینجا یه مارجین من بهت بدم. اینجا هم هستی، پس اینجا هم دوباره اینو بهت میدم. خب
الان بهتر شد با رنگ سفید. خیلی سفید شد. بذارم رنگ اینجا چنده، یا این رنگ این بک‌گراند بالا خیلی سفیده. سفیدش واقعا سفیدیه که تو چشم میزنه. خب بذار اینو میدیم. خب بهتر شد، واقعیت بهتر شد، ولی خیلی چیز خوبی هم نشد. ولی یکم از اون سفید جیغه خیلی بهتره. خب این تا اینجا کار چقدر شد؟ 40 دقیقه شد. اینم خیلی بده، اینم خیلی بده، اینم خیلی بده. بک‌گراند اینجا کجاست؟ اینجاست. اینه ببینم استایل رو. آره اینه رنگی که پدینگ باتن اینه. بذار ببینم ببینم اینجا هست. کد رنگیت چی؟ کد رنگیت هم اینجا نیست. خب خودم مستقیم کلاس دهیت میکنم. پس کد رنگیت نیست. خب فقط بذار رنگ خوب پیدا کنیم براش. بذار دقیقا از کد رنگ دارک چیز استفاده کنیم. آره دارک خود همین دیگه. اینا خیلی به هم شبیه هن. حتی نه شبیه نیستن. بذار ببینم کد رنگامون کو. ایناش دارک مود چیز از این استفاده میکنیم. بک‌گراند بود. فکر کنم بک‌گراند کالر بود. و چون اونور استایل دهی شده پس اینو باید بزنم که این اعمال بشه بهش. دارک مود چیزو باید برمیداریم. دو تا دارک مود داریم. یک دارک مود اکتیوش رو باید برداریم. کدوم؟ گری دارک اینه فکر کنم. خب آره این دقیقا همینه. خب اینم از این. چرا حس میکنم من نیاز دارم یه دکمه اون دکمه های اینجا رو برگردونم؟ یه احساسی به میگه اینا رو برگردونم، یا حداقل این چرخ دنده رو برگردونم، چون بعداً یه فکری براش میکنیم. پس برمیگردونیم. HTML کجایی؟ اینهایی. اینجا نیستی، باید بریم بالا. اینهایی. خب اینجایی. خب برگردیم اینجا توی HTML، بریم بالا. خب اینجایی. خب اینم چرا اینجوری شد که نباید اینجوری میشد؟ لوگوی چیز رو برداشتیم، چیز اشتباهی رو. این آیون ستینگز. خب ما میایم ستینگز برمیداریم. فونت آسم ستینگز یه چرخ دنده بده. فعلا اینو بده. فا کاگ. خب برگردیم اینجا. کجاست آیکونت؟ این های. خب فا سیوچی. الان شد. و یه مارجین چیز هم بهش میدیم، مارجین تی. یه امتی هم بهش میدیم. امتی
empty نه mr 2. خیلی قشنگ شد. خب بچه این شکل و شمایل ما تا اینجا که حالا نمیدونم رنگ اینا خوبه عوض کنیم عوض نکنیم، حالا بعدا لازم شد عوض میکنیم. خب این تا اینجا کار که ما پوشه ها رو داریم که خیلی شبیه پوشه نیستن. حتی بذار ببینم فولدر توپور میتونیم بذاریم. فولدر آیتم هایی که فولدرن، چند تا آیتم اول زد دراپ داونی دیتا، این هم که آیونن آیوسمور. این مال کجاست دقیقا؟ بذار کلا آیون ها رو برداریم طوری خیلی تمیزتر میشه کار. خب پس بریم کلا آیون ها رو برداریم. کانتنت ایناش بادی تو میتونیم بعدن چیز کنیم ولی ایناش این سکشنه اینه ولی چون بعدا با جی کوئری میخوام سریع کپی پیست کنیم بعدا نمیخوام اذیت بشیم. خب آیکون کجا؟ آیون لیبل. این لیبل چیزی توش نیست، یه اسپن داره. اسپنه ببینم کاستوم کنترل نه، این اسپن نداره. خب بذار خود این آیکون چیزه فولدر. خب این خوبه میتونیم چیز کنیم فولدر فار. خب ما میگیم هرچی فولدر رو تبدیل به وی ولی فولدر کن. خب الان فولدرها تو پر شدن. خب این خوبه، این خیلی خوبه. روشون کلیک میکنیم. بذارید دکمه های چیز هم بچینیم دیگه، یا نه دکمه رو بعدا میچینیم. رینیم، موو، کپی، ریموو، 4 عمل اصلی. حالا اینو دانلود هم بهش اضافه میکنیم یا دانلود هم میتونیم چیز کنیم. حالا یا همه با هم دست جمعی یه حرکتی روش بزنیم. این خوبه اینجا هم که کلیک راست کنیم حالا چیز میکنیم. خب این خوبه، این تمیزه. حل این تا اینجا کار. تقریبا این صفحه‌مون رو چیدیم که حالا چه شکلی میخواد باشه، که حالا این منوی پوشه بندی بالا رو هم فیکس میکنیم که تو کدوم پوشه هستیم. که الان روت اصلی هستیم، ما شکل روت و اسلش هوم در نظر میگیریم و باقیش رو از روی اون میچینیم، همچنان اضافه میکنیم. حل میریم ویدیو بعدی. اولین چیز رو مینویسیم، اولین ویو یا API خودمون برای این قسمت رو مینویسیم که احتمالا اینجا دیگه کلی باید API بنویسیم. یه API که داده رو بگیریم، یه API که روت شاخه رو بگیریم، تو میتونیم از همون هم استفاده کنیم. یه API برای رینیم کردن، برای موو، برای کپی، برای ریموو، همه اینا رو میتونیم و البته باید با یک API انجام بدیم. و بعد حالا میایم روی چینش، که اگه چینش چیز شد اینو به شکل یه لیست دیگه نشون بدیم. اینم که اگه روش کلیک شد توی روت نباید نشون داده بشه، ولی تو جاهای دیگه باید این یکی رو داشته باشیم که یک پوشه برگردیم به عقب. خب حل دستتون در نکنه. مرسی که تا اینجا ویدیو بودی. تو ویدیو بعدی میبینم موفق باشید.